بچه ها ببینید این حموم 100 سال پیشو ببینید. اینجا پنجره بوده، اینجا رو باز میکردن هوا میمده تو. وقتی حموم بخار میکرده با اینا خودشونو میشستن. بعد اینجا یه طرفش جای شمع و لامپه، یه طرفش جای نشستنه، از اون بالا لامپه. بعد وقتا اینجا هم جای لیف و ایناشونه. بعد میرسیم به اتاق بغلی، یعنی اتاق خواب. اینجا 2 تا اتاق خواب 2 نفر بوده. اینجا بزرگ میشسته، مرد زن میشسته، اینجا بچه میشسته. اینجا بچه دوشک مینداختن میخوابیده. بعد اینجا هم زن بزرگ سالان میخوابیدن. اینجا ها جای چیزه بچه، جای لامپ و ایناست. ببین لامپ که نشم. بعد از این بالا نور میمده صبح، هوا خروج داخل میشده. این زیر وسیله هاشونو میداشتن. میرسیم اتاق بغلی. اتاق نیست، اینجا جاییه که علفای اسبشونو میذارن. قدیما اونجا یه در بوده که شکسته، اینجا علف بوده، اینجا میذاشتن. بعد وقت گاو و گوسفند میمده میذاشتن اینجا. بعد اتاق بغلی دقیقا واسه گاو و گوسفند و حمومه، نمیتونیم بریم توش چون که اونجا ماره. اجازه شما برم. اینجا مردم میشستن، اونجا جاهای چیز، و اینجا هم که میشستن و اش میکردن. اینجا گاو میمده، اونجا جای آبه، زمینم وسیله میدوشه. ساب کن تا ویدیوهای بیشتری از قدیمیات بذارم.